سلام. اگه به این ویدیو کلیک کردی ممنونم ازت و داری نگاهش میکنی. من بالاخره بعد مدت ها تصمیم گرفتم که خب این کانال رو شروع کنم. تقریبا میتونم بگم هیچ امکاناتی ندارم. همین الان این ویدیو صدا و تصویرش داره فقط با یه گوشی ضبط میشه. منم اصلا آشنایی ندارم کلا با این پروسه، ولی الان توی یه چالشی هستم با خودم اول که بتونم به اون روتین زندگی عادیم برگردم بعد از یه سری اتفاقات خیلی عجیب و غریبی که واسم افتاده توی این مدت که خب خیلی من مهم نیست. دارم تلاش میکنم که بتونم فعلا در حال حاضر 15 دقیقه جلوی دور میتونم فقط صحبت کنم. که حالا چه بخوام تولید کنم هنوز به اون مرحله نرسیدم، ولی دلیل این که دارم الان تصویر خودم رو نشون میدم این نیست که مثلا آدم خاصیم، هرچند هر آدم واسه خودش خاص است، ولی احساس میکنم که خب صدا و تصویر موجهی دارم و فکر میکنم خود این کمک میکنه به روند رشد این کانال. خب همونجور که گفتم میخوام سعی کنم 3 تا ویدیو 5 دقیقه حداقل اولش تولید کنم که این بشه 15 دقیقه. خب که بتونم فقط صرفا این ویدیو رو آپلود کنم به عنوان یه چیزی که داشته باشم. دوستان یوتیوب هم که خب خیلی کلنجار من رفتم با خودم که اصلا اینو چی کارش بکنم، چی تولید کنم، چی بگم. از 1000 تا موضوع گرفته، هوش مصنوعی، نمیدونم گیم، فیلم فلان. هنوز حقیقتش به چیز به یک اتفاق نظری با خودم نرسیدم که در مورد چی صحبت بکنم، ولی خب مطمئنم که اینو به عنوان یه چالش و تمرین ادامه میدم. همین که الان من بالاخره این چی بهش میگن شکوندم این قوپ اینکه آقا بشینم اینجا صحبت کنم و فکر میکنم که این یعنی این چیزی که الان شروعش کردم و میخوام ادامش بدم به این معنی چیزیه که قراره حداقل منو از اون وضعیتی که تو ذهنم دارم نجات بده و زنده نگهم داره. شاید خیلی حالا به این که دیگه دارم اغراق میکنم و اغراق‌آمیز باشه، ولی هیچ کاری، واقعا هیچ کاری اونجوری به من لذت نمیده. یعنی کاری که برای کسی کار کنی و بخواد بهت پول بده. واسه همین من احساس میکنم که تو وقتی که داری اینو تولید میکنی، هم به عنوان کسی که به هر حال داری یک اثری رو خلق میکنی که هم مجری هم کارگردانش خودتی، هم تهیه کنندش، هم همه چیز خودتی، این خیلی جذابه. و همین که به هر حال داری یک ارتباطی با دنیا برقرار میکنی. خب شما هر جای دنیا باشید میتونید منو ببینید. خب و برای بقیه همه همینطوره. خلاصه این صرفا این 4-5 تا ویدیو اول یه حالت تلاش واسه صحبت کردن جلوی دوربین و اینکه خب این ترس شکسته بشه که آقا من این کار رو انجام بدم، فقط این کار رو انجام بدم و ضبط کنم، ریکورد کنم، بیام اینجا بشینم صحبت کنم و در نهایت اینو پابلیشش کنم. همین. من اگه بتونم همین کارو که شاید الان مثلا بگید خیلی کار ساده یا، ولی واقعا سخته. نمیدونم تو چه برهه‌ای از زندگیتون هستید و اصلا کجا داری زندگی میکنید، ولی تو این وضعی که الان ما داخلش هستیم و کلا کشور داخلشه، این کار رو انجام دادن و اصلا دل و دماغ این کار رو انجام دادن و به سمت همچین چیزی رفتن خودش خیلی سخته. و خلاصه همین، من این ترسم گذاشتم کنار
و بالاخره بعد مدت ها نشستم و دارم 5 دقیقه صحبت میکنم و همین. اگه تا اینجا ویدیو دیدی ممنونم بازم ازت. اگه کلا کلیک کردی روش باز ممنونم ازت. اگه کامنت بذاری خیلی تشکر میکنم بیشتر ازت و همین. ممنونم.